بسم الله الرحمن الرحیم. در امتداد درس ازواج قاف یا کرنل نرف امروز ما شما جلسه دوم میخوانیم و در این جلسه تمام سوراخ هایی را ما شما میخوانیم یا فرامین هایی را که در کرنیل قرار داره و ازواج قاف یا کرنیل نرف از اونها عبور پیدا میکنم. باید یک دکتر همین کرنیل فرامین ها را تمامش بفهمه که کدام نرف از کدام فرامین خارج میشه مهمتر هست. خب این یک شکل یا رسامی هست که شما از بالا کرنیل کویتی را میبینین، عصب همه چیز دور شده، فقط امو قحف کرنیل شما میبینین. این انتیریر فوسا هست، انتیریر کرنیل فوسا هست دوست عزیز، که در تحت از این انتیریر کرنیل فوسا شما امی خود چشم ها یا آیبال ها که هست دکتر صاحب اینها تحت از اینا قرار داره. خب خیر، اینجا ما در رسامی براتون آوردیم که شما امروزشون اشتباه صورت نگیره که چطور در کرنیل فوسا آیبال معلوم میشه، چون این استخوان امی بیس کرنیل هست. تحت از دکتر صاحب در این چیز ما شما امی خود اوربیتال فوسا رو ما شما داریم که در اون چشم ما شما قرار داره. خب از اون خاطر که امروزشون سوی تفاهم نشه، ما چشم ها را اینجا براتون رسامی کردیم، چون ما میخوایم که همون مسیر نرو براتون نشان بدم. خب من اینی قسمت که شما میبینین این به نام انتیریر کرنیل فوسا یاد میکنه. بعد در این در وسط شما میبینین میدیل کرنیل فوسا به هر دو طرف و در خلف هم دکتر سه به نام پاستیریر کرنیل فوسا. در وسط اینی ساختمان را که شما میبینین این به نام سلا تورسیکا یاد میشه. در دو طرف سیلا تورسیکا ما شما دو تا سوراخ ها داریم و این دو تا سوراخ ها را به نام اپتیک کانال یاد میکنه. ما پس آن نامگذاریش میکنم، فعلا براتون رسامیش میکنم. کمی وحشی‌تر از این اپتیک کانال ما شما سوراخ های دیگه داریم به نام superior orbital fissure. کمک دکتر صاحب کمک امیر خوب تر براتون رسامی کنم. خب این به نام superior orbital fissure یاد میکنه. کمی وحشی‌تر از این superior orbital fissure دکتر صاحب ما شما دو تا سوراخ دیگه را هم داریم به نام فرامین روتندم. در اینجا دکتر صاحب ما شما یک فرامین دیگه هم داریم به نام فرامین اووالی. درست است؟ خب این گوش است، کانال گوش شد دکتر صاحب. باز این گوش متوسط و استخوان های گوش. بعد از اون ما شما گوش داخلی داریم که در اون ما شما کوخلیا و ویستیبول ها را داریم که بالانس ما شما را به عهده داره. این گوش داخلی توسط یک کانال به طرف پاستیریر کرنیل فوسا چی شده؟ باز شده و این ما شما میگیم
internal auditory canal. همچنان اینجا دکتر صاحب به طرف دیگه گوش متوسط استخوان‌هاش که است. بعد از او شما داریم گوش داخلی و توسط یک کانال با posterior cranial fossa وصل شده. در وسط posterior cranial fossa ما شما یک سوراخ داریم به نام فرامین مگنوم. و دو طرف فرامین مگنوم ما دو تا سوراخ دیگه هم داریم و این را به نام جگولر فرامین هم یاد میکنیم. در خود فرامین مگنوم دکتر صاحب در اینجا با شما سوراخ های داریم برای عصب هایپوگلاسل که به نام هایپوگلاسل کانال یاد میشه. باید که حالا ما شما این را نامگذاری کنیم. دکتر صاحب گفتم که این کانال یا این سوراخ به نام اپتیک کانال یاد میکنه و از این عصبی که عبور میکنه به نام اپتیک نرو یاد میشه. خب سوراخ دیگه را دکتر صاحب ما گفتیم به نام superior orbital fissure و از این عصبی که عبور میکنه چندین عصب است دکتر صاحب. عصب سوم که به نام اوکولوموتور یاد میشه، عصب چهارم که به نام تراخلر یاد میشه، عصب پنجم ما شما خوانده بودیم به نام ترایجمینال و این سه شعبه را میداد. شعبه آفتالمیک، مکسلری، مندیبل. شعبه آفتالمیک هم از این سوپیر اوربیتال فیشر میگذره به نام 5A ما یاد میکنم. پایینش نوشته میکنم OPH آفتالمیک. شعبه آفتالمیک عصب پنجم هم از این عبور میکنه. همراه عصب ششم به نام ابدوسنت نرو. این هم از این سوپیر اوربیتال فیشر عبور میکنه. بعد از او دکتر صاحب ما شما داشتیم فرامین دیگه را به نام فرامین روتندم. از این فرامین روتندم دکتر صاحب شعبه دوم عصب ترایجمینال که به نام مگزل یاد میشه عبور میکنه. شعبه دوم عصب ترایجمینال که به نام مگزلری برانچ یاد میشه عبور میکنه. بعد از دکتر صاحب ما شما داریم فرامین اووالی. از این فرامین اووالی دکتر صاحب عصبی که عبور میکنه شعبه سوم عصب ترایجمینال هست که به نام 5C ما شما یاد میکنیم به نام مندیبل برانچ. شعبه مندیبل عصب پنجم به نام مندیبل از شعبه سوم عصب ترایجمینال که به نام مندیبل یاد میشه از این فرامین اووالی میگذره. ما شما گفته بودیم که عصب پنجم یک نوع فایبرهای موتور دیگر هم داره که او فقط همراه مندیبل میرفت. او رو ما شما اینجا میگیم که موتور part of fifth
cranial nerve. این هم امراضی از طریق فرامین اووالی خارج میشه. خب این کانال دکتر صاحب ما شما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام internal auditory کانال. از این auditory کانال دکتر صاحب اعصاب که میگذره اعصاب هفتم و هشتم هست. فرامین دیگه که ما شما داریم به نام فرامین جگولار فرامین یاد میشه. جگولار فرامین یاد میشه. از این جگولار فرامین اعصابی که عبور میکنه اعصاب نهم، دهم، یازدهم و گفتم که در اینجا هم شما فرامین داریم و این فرامین به نام هایپوگلاسال کانال یاد میکنه که از او عصبی که میگذره عصب دوازدهم هست. تا اینجا شما انشالله که با نامهاش آشنا شدین و فهمیدین. حالا من دکتر سیما آیسته آیسته این اعصاب رسامی میکنم. خب اولین اعصاب که هست یا دومین اعصاب باشید. اولین اعصاب شما اینجا میبینید که olfactory هست که این olfactory از طریق توسط olfactory نرف که از طریق کریبریفورم پالیت استوان اتماید به طرف بالا و قفل میه و امرای چی وصل میشه؟ امرای olfactory بلب وصل میشه و به این شکل میره به temporal lobe. خب این عصب اولی مشماش. عصب دومی مشما دکتر صاحب که هست به نام اپتیک نرف یاد میشه. این اپتیک نرف دکتر صاحب از اینمی فرامین از طریق اپتیک کانال میره به طرف داخل و خود میرسن به کجا؟ به آی بال. درست است؟ به همین شکل به طرف دست راست همچنان. خب گفتیم که عصب سوم رنگ قلم تغییر میتم. عصب سوم، چهارم و پنجم همچنان میره از کجا؟ از superior orbital fissure. امی کرانیوم یا قفل ما شما را چی میکنه؟ از قفل ما شما خارج میشه. پنجم همچنان، چهارم همچنان. از پنجم فقط شعبه آفتالمیک چی میشه؟ امرایش یک جای از طریق superior orbital fissure خارج میشه. همچنان ششم دکتر صاحب بی هم از طریق superior orbital fissure خارج میشه. خب اینجا ما در اینجا دکتر صاحب یک چیز رسم میکنم به نام، اگر باید باشد، ترایجمینال گانگلیون هست. از ترایجمینال گانگلیون که سه شعبه میداد دکتر صاحب، یک شعبهش امرای امی پنجم که براتون پیشتر گفتم آفتالمیک امرای از این هاست طریق سوپیریور اوربیتال فیشر رفت. شعبه دوم از دکتر صاحب که به نام مگزیلری یاد میشه
یه از طریق فرامین روتندم خارج میشه. 5B. شعبه سوم از دکتر صاحب از طریق فرامین اووالی چه میشه؟ از طریق فرامین اووالی خارج میشه. تا اینجا را خوانده. عصب هفتم همراه عصب هشتم اینها از این طریق internal auditory کانال داخل گوش ما شما میشه. عصب نهم، دهم و یازدهم از طریق جگولار فرامین قفل ما شما را ترک میکنه. و عصب دوازدهم دکتر شب عزیز از طریق هایپوگلاسال کانال قفل ما شما را ترک میکنه. اینی بود فرامین هایی را که ما شما خواندیم در قفل که ازواج قفی یا کرانیال نرف از این عبور پیدا میکنه. انشالله که در درس بعدی ما شما هسته های کرانیال نرف خواهیم خواند. وقتتون خوش. سلامت باشید.